بچه‌ها خیلی مخلصیم. تو این ویدیو میخوام بهتون بگم شکل لیر، شکل گرانژویشن و شکل لاین تو کوتاه زنونه اصلا چی است. خیلیامون نمیدونیم، فقط شنیدیم گرانژویشن، لاین و لیر. و تو موهای زنونه بچه‌ها یه نکته رو بهتون بگم، ما دو تا شکل داریم. یه دونه شکل داخلی بچه‌ها که این میشه شکل داخلیمون و این میشه شکل خارجیمون. این میشه شکل داخلی که ما میسازیم، این میشه شکل خارجیمون. یعنی ما تو کوتاه زنونه یه شکل داخلی رو داریم ایجاد میکنیم و یه شکل خارجی. حالا با گرانژویشن و لیر ما همزمان هم شکل داخلی و خارجی رو میسازیم، ولی مدل لاین نه، فقط ما شکل خارجیمون رو میسازیم. ولی لیر و گرانژویشن هم شکل داخلی و هم شکل خارجی رو میسازه، ولی مدل لاین اینجوری نیست، فقط ما شکل خارجیمون رو میسازیم. خب حالا دقت کنیم بچه‌ها، وقتی ما مو رو میکشیم، الان یه خانومی به ما مراجعه میکنه، میگه فقط قد موام کوتاه بشه، به داخل موام کاری نداشته باشین، فقط میخواد قد موش کوتاه بشه. ما باید چه کار کنیم؟ ما مو رو باید بکشیم تو زاویه 0 درجه بچه‌ها. این میشه زاویه 0 درجه، یعنی نباید بیاریم اینجا. وقتی بیاریم اینجا یا بیاریم اینجا داریم شکل داخلی هم میسازیم تو این مو. ما میخوایم فقط قد موامون کوتاه بشه، همون شکل خارجیمون. شکل داخلی مشتری میخواد دست نخوره، پس ما میکشیم مو رو تو زاویه 0 درجه و کاتمون رو انجام میدیم بچه‌ها. این میشه مدل لاین. پس مشتری بهت مراجعه کرد، فقط خواست قد موهاش کوتاه بشه، شکل خارجیش، میایم از این تکنیک استفاده میکنه. خب حالا یه مشتری میاد بچه‌ها، موهاش که کم پشته، میخواد پفدار بشه، حجم موهاش زیاد نیست، میاد پیشت میگه مثلا میخوام حجم موام بیشتر شه. شما باید چیکار کنی؟ سریع تو ذهنت تجسم کنی که باید یه شکل گرانژویشن بسازم. شکل گرانژویشن هم بچه چجوریه؟ وقتی ما مو رو به این سمت میکشیم بچه‌ها، داریم یه شکل پفدار رو تو سر ایجاد میکنیم. چرا؟ وقتی مو بیاد به سمت پایین، سمت بالایی بلندتر میشه، مو پفدارتر میشه. پس این میشه شکل گرانژویشن یا همون مثلث. دقت کنین، این میاد رو به پایین، یه مدل مو پفدار داره ایجاد میکنه. حالا لیر چی میشه بچه‌ها؟ وقتی ما همینو مخالفش بکشیم به سمت بالا و مو رو کوتاه کنیم، بیایم کات انجام بدیم، چه اتفاقی میفته؟ داخل مو حجم کم میشه و قد مو بلند میمونه. پس اینجوری ما به مو حجم میدیم و از این تکنیک استفاده میکنیم، از حجم مو کم میکنیم بچه‌ها. و اگه مستقیم هم بکشیم، داریم یه شکل لیر میسازیم بچه‌ها. به واسطه لایه شدن مو ما داریم یه شکل لیر میسازیم. این شدت لیر کمتر از اینه. پس اگه بخوایم شکل لیری بسازیم که زیاد حجم مو کم نشه، از این استفاده میکنیم. اگه خواستیم حجم موش خیلی پرپشت بود کم کنیم، از این لیر استفاده میکنیم. پس الان تو این ویدیو متوجه شدیم لیر، گرانژویشن و لاین چیه و تو کوتاه زنونه شکل داخلی و شکل خارجی چیه. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید که ویدیو خفن‌تر میخوام بذارم.